با ابتکار وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان در مؤسسه دولتی تعلیمی لیتسه پرزیدنتی برای خوانندگان لیاقتمند سمینار مشورت در موضوع دریافت مشکلات و دورنمای استفاده برای تکنولوژی معاصر در روند تعلیم برگزار گردید. در این همایش نمایندگان مؤسسه دولتی، مرکز جمهوری تکنولوژی اینفورماسیونی و کمیونیکاسیا و شعبه معارف شهر ترسونزاده درباره طرز مجهز گرداندن کابینت‌های فنی، تکنولوژی اطلاعاتی، استفاده ثمراناک تخته الکترونی در روند تعلیم، نصب و استفاده برنامه‌های کامپیوتری برآمدها نمودند. همایش امروزه ما این بحری پیاده ساختن دستور سپارش‌های پیشوای موزن ملت در رشد تکنولوژی اطلاعاتی کمیونیکاسیونی می باشد و ما آموزگاران، کارمندان و کارشناسان را ضرور می آید که وابسته به غمخواری های حکومت جمهوری تاجیکستان بهره بلند برداشتن مهارت کسبی آموزگاران حسابگزار باشیم. عموما در مجموع ساحه معارف را هر 3 ماه یک بار گرد می آورد و آن مشکلات و پرابلم هایی که در ساحه معارف در رشته تکنولوژی اطلاعاتی است حل فصل می‌کند. مقصد از گذراندن چنین سمینار آموزشی برای بلند برداشتن سطح فرهنگ تکنیکی، تفکر تکنیکی آموزگاران و خوانندگان، عامه‌فهمی تکنولوژی اطلاعاتی، ترغیب امکانات‌های استفاده برای شبکه‌های اینترنت در رشد سطح دانش و درجه جهانبینی جوانان و به سمت سازندگی و ایجادکاری روانه ساختن آنها میباشد. یکی از کریتریاهای اساسی این مناسبت صلاحیت‌نوکی این یعنی کمیونیکاتیو بودن آموزگار به حساب می رود که در همین سمینار موضوع درباره استفاده مناسبت‌های با صلاحیت در تعلیم تکنولوژی اطلاعاتی برای مانده شده است. چنین سمینار مشورت‌ها رو باز در دیگر شهر و ناحیه‌های جمهوری به نقشه گرفتگی هستیم طبق برنامه عملی نمودن تکنولوژی اطلاعاتی و کمیونیکاسیا که کمیونیکاسیا و نقشه چاره‌بینی خود این برنامه که در بند 12 و 13 آمده است، یعنی گذراندن چنین سمینار مشورت‌ها، کنفرانس‌ها اویدی پیشروی اویدی استفاده بری تکنیکی معاصر در جریان درس. قابل ذکر است که امروز در مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی جمهوری زیاده از 68332 عدد کامپیوتر، 22246 عدد پرینتر، 2511 عدد تخته الکترونی و 3303 عدد ویدیو پروژکتور مورد استفاده قرار داشته در روند تعلیم استفاده بوده می‌شوند.